یعنی خانهش به این اساس تحویل داریم. اون طرف چیشه یعنی همین سالن چیه؟ یعنی هم انباریشه که یعنی کمد چیه؟ یعنی هم آشپزخانهش که همه چیزایشه اینجاست. یعنی هم اتاق خوابش هست. آیسون چیه؟ یعنی هم میز چیه؟ یعنی هم ساعت چیه؟ و توشک چیه؟ یعنی جا این دو تا تخت چیه؟ یک تخت چیه؟ یعنی هم دیگه تخت چیه؟ یعنی هم کمد چیه؟ یعنی هم دیگه کمد چیه؟ اونم پنجره چیه؟ این بالان که یعنی اتاقش هست، یعنی یک تخت خوابشه. اون پنجره شی یعنی چیش یعنی درشی یعنی شیشایشی همه چیشی سالمه. آن بیرون هم که دو چرخه ما هسته که رو مو بریم. آن دو تا دو چرخه اونجا هسته که رو باز مو بریم. باز کنیم مو بریم. دیگه نمیه دیگه نی. یعنی دیگه تحویل شده صاحب خانه صحیح و سالم. هیچ جایش هم خراب و کسری نداره. دیگه به نبی صلاح و خداحافظ. وانو آتش نشانیشه. هر روز حال که تمیز تحویل داریم. یعنی اینجا آشغال بود، این آشغالا رو خود من انداختم بیرون. اونم در شوی حمام شه. یعنی هم حمام شه، یعنی دری برون شه، یعنی هم کلید پوچ شه. دیگه یعنی برام اتاق خانه شه. یعنی باشه خداحافظ.